الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، امید که خوب و خوش سر حال باشین. لله الحمد، ما در روز 27 ماه مبارک رمضان قرار داریم. یک بار دیگر خواستیم که برای خانم های که اونا به سرپرست هستند و یتیما همراهشان هستند بستای کوچک مواد غذایی را کمک کنیم. لله الحمد، انجینر صاحب عزیز که نخواستن باز آن نامشان گرفته شود، در دور اول 20 پکیج برای 20 خانم بیوه آماده ساخته بودن. این دفعه این دوچند شد الحمدلله که به 40 بسته مواد خوراکی رسید که انشاءالله شما در تصویر میبینین. بعضی مواد خوراکی از قبیل برنج، روغن، قیماق، بعضی چیزایی که هستن گرچه کوچک است ولی برگ سبز تحفه درویش برای مادرها تقدیم میکنیم. با امید همکاری ها یکی بیشتر تا ما بتانیم که کمک های هرچی بیشتر به این خانواده مستمند برسانیم. در ماه مبارک رمضان در روزهای آخر قرار داریم. انشاءالله شما ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. امروز بسیار زیاد باران میبارید و باران رحمت نتونست که در فضای آزاد توزیع کنه، از این خاطر ما در یک فضای بسته آمدیم. انشاءالله این بسته های کمکی را دیگه خواهرها را زیاد منتظر نمیمانیم، انشاءالله برشان توزیع میکنیم. جا دارد که از انجینر صاحب قبلا ابراز سپاسگزاری کنم تا اونا کمک هایی را که اونا واقعا دلسوزی کردن، جمع‌آوری کردن در این ماه مبارک رمضان بسیار زیاد مفید تمام شد. الله متعال اجر دارین نصیبشان کنه که زحمت کشیدن و هر کسی که سهم گرفته و کسایی که آماده ساخته، کسایی که به نشر میرسانه، الله متعال تمامشان اجر دارین نصیب کنه. با امیدی که همکاری هایتان بیشتر شود. فقر واقعا در افغانستان روز به روز زیاد شده میره و باران رحمت پل ارتباطی بین شما و مستمندان است، شعار مامی است. انشاءالله الله متعال ما را کمک کنه با صداقت امانت شما را برای خانواده برسانیم. دیگر وقت شما را نمیگیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک
لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت